خدمت باشم. من راجع به حسن یه توضیح بدم و از خدمت شما مرخص شم. حسن به این منگل بازی ها و مسخره بازی و دیوونه بازیش نگاه نکنید. معلم فرهنگیه. بچه‌هاتون رو دست این ندین تو رو به خدا. اتفاقا دانش آموزای من همشون پزشکن. این جزء معلمانی است که چون شمع میسوزد و محیط رو آلوده میکنه. من بهش گفتم تو مثل گلی، مثل گلای قشنگ قالی، تو مثل تار و پود فرش‌های ایرانی میمونی. اصلا تو خود پاتریسی، به خاطر همین یه تختت کمه. خب مرسی بسه. شما دیگه با هم حرف بزنید. من دو تا تختش کمه، تو اصلا تخته نداری. این تخت فرش رو میگه، شما نکردم. ارزم با کنار میام. حساب کنم ببینم چی کنار میام با هم. حالا یه چیزی گفته صحبت. اینجا پسته. چی فکر کردین شما؟ ها؟ اینجا اداره پسته. بله. مهمونای عزیز و ارجمند اینجا هستن. خیلی عالی بود. حسن ریوندی عزیزم که حنجرش طلاییه و بسیار بسیار زیباست. تا 2 ساعت هم میتونه برنامه اجرا کنه بدون اینکه هیچ کدوم خسته بشید و قطعا هم لذت میبرید. اما ساعت خیلی دیر شده و برنامه زیبا هنوز داریم، قرعه کشی داریم. اینه که اگر حسن عزیزم اجازه بدن یک خداحافظی داشته باشیم. منتها این آخر کاریه، میخوام یه حسن ختام زیبا داشته باشین و ما شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. بله. میخوام حسن جان جدی استاد پیرزاده اومدم، من دیگه در محضر ایشون یه جمله آدمانه. متشکرم، خیلی ممنون عزیزان. باور کنید انقدر فرهیخته و خوب و با نشاط هستین که حقیقتا دلم نمیاد این صحنه رو ترک کنم، اما چک کنیم که وقت نیست و هنرمندی به روی صحنه خواهد آمد که اینجا رو منفجر میکنه از هیجان. بزرگی میگوید خدمت به خلق وظیفه نیست بلکه لذته. تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. بله متشکرم. ماشاءالله. مرسی. من تبریک و تهنیت عرض میکنم. فرخنده میلاد با سرسعادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو و روز دختر رو پیشاپیش به افتخار تمام دخترای نجیب و درجه یک ایرانی دست درجه یک بزنید خواهش میکنم. به به ماشاءالله. درود بر شما قربانتون. من یک ایدی هدیه بدم و برم. حرف نزن. به کار دیگه حسن جان. دارم میرم دیگه. ماشین منتظر ببرنش. 48 ساعت اینجا، 48 ساعت هم چهرازی اونجا. این خودش که دنیا آمد 3 ماه تو 6. آقا بسته بذار خداحافظی کنه. متشکرم. من یک ایدی به شما هدیه میدم، حدیثی بسیار زیبا. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میفرماید خوشرویی در چهره مؤمن باعث استحکام دوستی هاست. انشالله که همیشه خوشرو خوشخلق باشید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار. به افتخار داریوش اسدالله پور، نوازنده و آهنگساز شیر دست. ماشاءالله. مرسی داریوش جان. مرسی یکی از بهترین نوازندگان در حال حاضر ایران که ما افتخار داریم در خدمتشون بودیم. خب من میدونی به چی خندم گرفته بود؟ میگم اصلا آدم حسن ریوندی رو میبینه به شوخ طبعی خدا پی میبره. قیافه خیلی همینطوری کاری هم انجام میده، همینطوری روبرو واسه آدم خندش میگیره. ما 10 تا جایزه دیگه داریم. نمیدونم